سرخط مهمترین خبرها: کشته شدن پزشک تاجیک در افغانستان، بسته شدن تنگه هرمز. ترامپ هشدار داد که اگر شریکان کمک نکنند ناتو آینده بدی خواهد داشت. و متهم شدن ده نفر در کلاه برای دزدی برق. سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 16 مارس سال 2026 است. یک زن پزشک از تاجیکستان در ولایت کندوز افغانستان کشته شده است. در این باره تلویزیون افغانستان اینترنشنال با تکیه بر روزنامه 8 صبح چاپی کابل 15 مارس خبر داد و گفته این منبع حادثه 3 روز پیش رخ داده. سلاحداران ناشناس عدالت حمیدی را در منزلش در ناحیه امام صاحبی ولایت کندوز به قتل رساندند. این ناحیه در نزدیکی مرز تاجیکستان جایگیر شده است. در خبر آمده است که این زن دوام 15 سال اخیر به عنوان پزشک زنان کار میکرد و به زنان روستایی کمک میرساند. این شهروند تاجیکستان با یک مرد افغانستانی ازدواج کرده یک دختر هم داشته است. روزنامه 8 صبح گزارش داده است که جسد این زن را به تاجیکستان فرستادند. مقامات تاجیکستان در این باره رسما خبر ندادند. هنوز سبب کشته شدن این زن و نام قاتلان معلوم نیست. مقامات حکومت طالبان در این باره سکوت اختیار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر همپیمانان ایالات متحده در گشودن تنگه هرمز همکاری نکنند ناتو به آینده بسیار بدی روبرو خواهد شد. ترامپ در گفتگوی کوتاه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت همانطور که ایالات متحده به اوکراین در جنگ با روسیه کمک کرده است، انتظار دارد که اروپا نیز در رابطه با مسئله تنگه هرمز یاری میرساند. بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باعث یکباره بلند شدن نرخ نفت در بازارهای جهانی شد. اخیرا نرخ هر بارل نفت به $106 رسید. دونالد ترامپ سالهای اخیر بارها از ائتلاف ناتو انتقاد کرده است. کشورهای عضو طلب کرده است که خراجات نظامی خود را بیشتر کنند. ترامپ در صحبت اخیرش با فاینانشال تایمز گفته است که اگر پاسخ داده نشود و یا جواب منفی باشد، گمان میکنم برای آینده ناتو بسیار بد خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که واخورش با همتای چینی سی جین پینگ را شاید به تأخیر گذارد، زیرا تلاش دارد پکین در گشودن تنگه هرمز همکاری کند. دونالد ترامپ میگوید که از تنگه هرمز بیشتر چین و کشورهای اروپایی فایده میگیرند. در همین حال خبرگزاری رایترز گزارش داده است که فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باور دارند که در صورت از دست دادن نظارت بر گلوگاه یا تنگه هرمز، جمهوری اسلامی در جنگ شکست میخورد. در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در آخر ماه فوریه امسال، تهران تنگه هرمز را برای روای کشتی‌ها بست. از طریق این مسیر حدود 20% نفت جهان عبور میکند. در این باره یک خبر دیگر هم داریم. ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ پیشنهاد چند کشور خاورمیانه برای آغاز گفتگوهای دیپلماتی با ایران را برای پایان جنگ رد کرده است. در این باره خبرگزاری رایترز با تکیه به منابع آگاه گزارش شده است. با گزارش این آژانس عمان که تا آغاز جنگ میانه‌روی گفتگوهای آمریکا و ایران بود، چند مرتبه تلاش کرد که گفتگوهای دیپلماتی میان طرف‌ها دوباره آغاز شود، اما کاخ سفید اظهار داشته است که فعلا برای چنین گفتگو هوسمند نیست. با گزارش رایترز مصر هم تلاش کرده است که میان آمریکا و ایران میانه‌روی کند، اما این تلاش‌ها فعلا نتیجه نداده است. دو مقام بلندپایه ایرانی با رایترز گفتند که این کشور تا زمان قطع حمله آمریکا و اسرائیل از جنگ دست نمی‌کشد. با گفته این منابع، تهران به جز قطع حمله‌ها باز پرداخت جبران طلب دارد. یکی از منبع‌ها گفته است که علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران و عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه تلاش کردند که از طریق عمان راههای ختم جنگ را بررسی کنند، اما مذاکرات تا حال برگزار نشد و موقع تهران سخت‌تر شده است. در پی پرزور شدن نظارت به دزدی برق، ده نفر در منطقه کولا برای این کار به جوابگاری کشیده شدند. پرونده برخی از آنها به دادگاه رفته. تحقیق قضیه چنده ادامه دارد. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده. در یک سال اخیر در منطقه کولاب ده نفر را به دزدی برق متهم کردند، از ساکنان عادی تا ناظران برق. پرونده برق به دادگاه رفته. تحقیق قضیه چند ادامه دارد. 26 پرونده جنایتی، قریب 29 پرونده جنایتی نسبت خود کارمندان شبکه برقی از طرف پروکورور شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب آغاز کرده شدگی‌اند. علاقه پرونده جنایتی به سود رفته، سود ایصال شدگی‌اند، بعضیش بررسی شدگی‌اند. بسته پرونده ها در مورد دزدی برق در سال 2025 زیاد شد، بعد دیگرگونی در کادکس جنایی تاجیکستان.
طبق آن برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27,000 سامانی جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. اداره نظارت بر ساحه انرژتیک در منطقه کولاب میگوید سال گذشته تقریباً 300 مورد دزدی برق را آشکار کرد. ما قریب 181 حالت دزدی آشکار کردیم در منطقه. قریب از همین هم حقوقی بودند هم شهروندان عادی بودند. اکثرتش کمترش بود. مثلا ما همین حقوقی ما در اون دو 5-6 نفر بودند بخونده ماش همین شهروندان بودند که در حالت دزدی رو واقعی داشتن. این مسئول اداره نظارت در ساحه برق میگوید در میان آنهایی که نسبتشان پرونده باز شده است کارمندان و رهبران شبکه‌های برقرسانی هم هستند. یکی از چنین موردها در ناحیه همدانی ثبت شده است که گویا کارمند شبکه‌های برق از ایستگاه برق تا خانه‌اش پنهانی سیم برده و حساب کنک پیوست نکرده است. ما 24 تا فقط روز ما درجه ثبات پیشنهاد کردیم کارمندان شبکه‌های برق هستن که دو پرونده جنایتی نشون آغاز کردن از طرف محکمه قدرتی شهر نویای منطقه بله هستن راهبران هم هستن کارمندان قطاری هم هستن. تاجیکستان سالها باز با کمبود نیروی برق روبروست. مقامات تاجیکستان در گذشته می گفتند این مردم است که پول نیروی برق را نمی پردازد یا آن را غیر قانونی استفاده کرده به ساحه ضرر می رسانند. با سخت‌تر شدن مشکل نارسایی برق در سال 2025 و دستور برای اصلاح ساحه اعتراف این هم زیاد شد که مدیریت نادرست و فریبگری یکی از سبب‌های زیاد شدن قرض و استفاده غیر قانونی نیروی برق است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. خبرگزاری نیمه رسمی مهر و دیگر رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن چند ترکش در بخش‌های از تهران در روز 15 مارس خبر دادند. طبق خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند، ساکنان بخش‌های گوناگون پایتخت ایران گفتند چند ترکش سخت را شنیدند که برخی از آنها به اندازه قوی بودند که باعث لرزش بناها و شیشه‌ها شدند. بیشتر گزارش‌ها از جنوب و غرب و مرکزی تهران فرستاده شده است. برخی شاهدان همچنین از مشاهده پهپادها و جنگنده‌های در حال پرواز در آسمان تهران خبر دادند. طبق گزارش‌ها در برخی مناطق برق خاموش شده است. بر پایه خبرهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی ترکش‌ها در چندین مکان دیگر از جمله اصفهان، سنندج و جزیره کش نیز شنیده شده است. خبرگزاری فارس همچنین گزارش داد که یک تالار گوشتگیری در منطقه تهران سر در یک حمله هوایی آسیب دیده است. این خبرگزاری همچنین ادعا کرد که بیش از 15 کارگر در حمله به یک منطقه صنعتی در اصفهان کشته شدند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نمی‌تواند این گزارش‌ها را به طور مستقلانه تصدیق کند. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد که 20 نفر با اتهام فرستادن معلومات در مورد نهادهای امنیتی نظامی و پلیس به اسرائیل بازداشت شدند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 مارس را فرا می‌گیرد. 16 марти соли 1957 дар шаҳри Москав дар 69 солагӣ шоири тоҷик Абулқосим Лоҳутӣ даргузашт. Ин зодаи Эрон ки ба хотири ақидаҳои сиёсиаш аз соли 1922 дар Иттиҳоди Шӯравӣ муқим мешуд, дар канори Садриддин Айнӣ асосгузори шеъри шӯравии тоҷик дониста мешавад. Барои таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ва ташкили нахустин нашрияву матбаъаҳо хизмат кардааст. муаллифи шеъру ғазалҳои ватандӯстона ва софи ҳукумати шӯравӣ ва муаллифи матни гимн ё суруди миллии Тоҷикистони Шӯравӣ буд. Барои ҳимоят аз адабиёти тоҷик дар арсаи Иттиҳоди Шӯравӣ заҳматҳо кашидааст. 16 марти соли 2017 дар Тоҷикистон кодекси одоби шахсони мансабдори мақомоти санҷишӣ ба иҷро даромад ки кормандони масъули ниҳодҳои давлатии санҷиширо муаззаф мекунад ба миллатгароӣ, маҳалгароӣ ва хешу таборбозӣ роҳ надиҳанд. Ин кодекси иборат аз 5 боб шурӯъ аз рафтору одоб то фарҳанги суханронӣ ва муносибати шахсони мансабдорро танзим мекунад. бо ин вуҷуд
танқид аз рафтору амалӣ бархи мақомдорони тоҷик кам нест ва мушкилоти мисли маҳалгароӣ ва порагирӣ аз масъалаҳои умда номбар мешавад. 16 марти соли 1957 раиси пешин ва собиқадори ҳизби социал-демократи тоҷикистон таваллуд шудааст. давоми беш аз 20 соли раҳбарӣ дар ҳизб талош кардааст мавқеи мустақилонаву мухолифи ҳизбашро ҳифз кунад. дар аксар интихоботҳои парлумонӣ иштирок карда ҳеҷ гоҳ ба узвияти парлумон қабул нашуд. аз мушкилоти сиёсии кишвар мисли интихоботи ношаффофу тақаллубкорӣ, вуҷуди зиндониҳои сиёсӣ, ҳаракат ба самти як ҳукумати худкомаву ғайридемократӣ ошкоро интиқод кардааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 958 سامانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 16 مارس چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبر گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.